من امروز اومدم اینجا تا این ماشین رو فقط به یک نفر نشون بدم. آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس محترم جمهور، من امروز تا اینجا اومدم تا این ماشین رو اختصاصی برای شما توضیح بدم. شاید انقدر سرتون شلوغه که فرصت نداری چیزایی که من اینجا بهتون میگم رو بشنوید، یا اینکه اطرافیانتون نمیذارن این صحبت ها به گوشتون برسه. بنابراین امروز وقت گذاشتم تا راجع به هیوندای کنا فقط و فقط با شما صحبت بکنم. این خودرو هیوندای کناست آی دکتر. این تقریبا ارزون ترین مدل هیوندا تو دنیاست. این ماشین مدل 2025 هیوندای کنای 2025. الان که دارم با شما صحبت میکنم همین جایی که وایستادم قیمتش معادل $20,000 امریکاست. با قیمتی که شما دلار رو به وارد کننده میدید قیمتش حدود 1,400,000,000 تومنه. اما میدونید که همین ماشین الان داره به مردم کشورتون $70,000 فروخته میشه؟ شاید ندونید. به خاطر همین اومدم اینجا که اینو بهتون نشون بدم. واقعا فاصله بین $20,000 تا $70,000 کجا میره؟ تو جیب کی میره؟ چقدرشو شما به عنوان رئیس جمهور مقصر هستید؟ چرا باید مردم من قیمت 3 برابر 3.5 برابر بقیه مردم دنیا بابت خود رو بپردازن؟ ممکنه شما بگید که قیمت نرخ ارز بنا به مسائل سیاسی در اختیار شما نیست، اما من اینجا دارم صحبت از نرخ ارز نمی کنم. من دارم قیمت اینو دلاری حساب میکنم. این خودرو قیمتش همین الان اینجا $20,000 ولی تو دولت شما داره به مردم $70,000 فروخته میشه. شما ممکنه نرخ دلار رو سخت بتونید کنترل بکنید، اما نرخ خودرو رو به قیمت دلار که میتونید کنترل بکنید. آقای پزشکیان، شما تو صحبتاتون قول دادید که واردات خودرو رو برای همه آزاد بکنید. شما خودتون گفتید که قیمت واردات خودرو رو ممنوع کردید و مردم رو اذیت میکنید. شما اگر این حرفا رو هم نمیزدید ما بهتون رأی میدادیم. شما رو به خاطر صداقتتون، به خاطر صلح دوستیتون رأی آوردید. نیازی نبود دیگه قرآن و نهج البلاغه بخونید اگر نمیخواستید واردات خودرو برای مردم آزاد بکنید. شما اگر میخواستید که قیمت خودرو برای مردم گرون بکنید چرا از قرآن و نهج البلاغه مایه گذاشتید؟ چرا اونا رو جلوی مردم واسطه کردید؟ شما میتونستید همون اول بگید آقا من دولت رو میارم سر کار که قیمت خودرو رو براتون افزایش بده. بنابراین مردم به حرف شما اعتماد کردن، به صداقت شما اعتماد کردن، به حرف زدنتون اعتماد کردن، ولی چیزی که الان داره میبینن این نیست. این پرزنت اختصاصی مخصوص شماست که بدونی داره چه اتفاقی زیر دستت میفته و اگر میتونی ازش جلوگیری بکنی و اگر نمیتونی شفاف بیای به مردم توضیح بدی و تو چشمشون نگاه بکنی و ازشون عذرخواهی بکنی. بگی من دروغ گفتم، من نتونستم، من گفتم که واردات رو باز میکنم، من گفتم که شما تحت فشار هستید برای خودرو، اما در توانم نبود که اینو براتون درست بکنم. شما دارید مناسبات بین المللی رو بهبود میبخشید، خیلی ممنون. خیلی کارهای دیگر دارید خوب انجام میدید، خیلی ممنون. اما در خصوص خودرو شما دارید به مردم ظلم میکنید و این کاریه که از دستتون برمیاد درستش بکنید ولی نمیکنید. امیدوارم که این ویدیو امروز من رو ببینید، امیدوارم این هیوندای کنا رو بشناسید و قیمتش رو بدونید. اگر توضیحات بیشتری هم خواستید تو کپشن برام بنویسید تا بیام اینجا براتون توضیح بدم. مرسی.